فصل اول، بخش سوم. بدن ما برای همین زندگی طراحی شده است. کم تجربه تر که هستیم فکر می‌کنیم آرزوها و هیجان‌هایمان بالهایی نامرئی هستند که به ما کمک می‌کنند پرواز کنیم، که اوج بگیریم و از دردها و ناهمواری‌های زندگی رد شویم. گاهی آرزوهایمان به ما قدرت پرواز می‌دهند و گاهی عاشق شدن‌های یواشکی. کمی که زندگی به پیش می‌رود، انگار برای پرواز به چیزی بیشتر از آرزوها و هیجان‌هایمان نیاز داریم. ما انتظار داریم کسی باشد، چیزی و یا نیرویی فراتر از ما تا به ما پرواز را بیاموزد. پرواز از فراز دردها و رنجها. حقیقت این است که قصه پرواز یک قصه قدیمی شکست خورده است. پرواز هیچگاه برای ما نبوده و نخواهد بود. پرواز داستان پرندگان است. ما آدم‌هایی هستیم که بر روی پاهایمان راه می‌رویم و دنیا را با دست‌هایمان لمس می‌کنیم. داستان ما دیدن و حس کردن و لمس کردن است. با همین بدن و همین ذهن. ما همه چیز را سریع می‌خواهیم. به همین علت مشتاق بالدار شدن هستیم تا سریعتر گذر کنیم. فقط با همین بدنی که در اختیارمان است می‌توانیم از دردها رد شویم. برای گذر از هر شرایطی، لمس آن شرایط اولین قدم است. اگر گذر کردن را یاد بگیریم، آرام آرام متوجه می‌شویم به پرواز احتیاج نداریم. تمام آنچه نیاز داریم یک نزدیکی عمیق است، نزدیکی به بدنمان و درونمان. وقتی به درونمان نزدیک شویم، از پرواز بی‌نیاز می‌شویم. با بدنی که هنوز زنده است و اکنونی که در اختیار ماست گذر خواهیم کرد. آرام باشیم و صبور. ما برای همین دنیا طراحی شده ایم. به پرواز هیچ نیازی نیست. از دست دادن جزئی از جریان زندگی است. از دست دادن فرصت‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ماست. نمیتوان با این موضوع مبارزه کرد و حسرت خوردن تنها واقعیت را از ما دور می‌کند. حسرت دردی را از ما دور می‌کند که باید درکش کنیم و اجازه دهیم که از بدنمان عبور کند. ما به زندگیمان برسیم و تا آن فرصت هم کارش تمام شود و برود و جزئی از گذشته‌ای شود که قرار نیست مدام با حسرتی داغ شود. به هر حال فلسفه زندگی هرچه که باشد گویی با از دست دادنی دائمی عجین است که راه فراری از آن نیست و قطعاً این از دست دادنها آسان نیست، اما آنقدرها غیر قابل تحمل هم نیست. ما از دست می دهیم. پدر و مادرهای ما هم فرصتهای زیادی را از دست داده اند. قرار است کودکان ما هم از دست بدهند. برای دست کشیدن و رها کردن موقعیت و یا شخصی باید اول از دست دادن را به نوعی تجربه کنیم. یعنی باید از دست دادن را حس کنیم و برای این حس کردن باید بتوانیم واقعیت‌های دنیا را آنگونه که هستند ببینیم. ما برای هر به دست آوردنی چیزی را از دست می دهیم. برای به دست آوردن خانه بزرگتر احتمالاً باید بیشتر کار کنیم و آزادی و راحتی گذشته را از دست می دهیم. برای دیدن ازدواج فرزندانمان بودن آنها را در خانه از دست می دهیم. برای داشتن مویی کوتاه لذت بافتن مویی بلند را از دست می دهیم. به هر حال در هر به دست آوردنی نوعی از دست دادن وجود دارد و حقیقت این است که برای به دست آوردن یک رابطه یا یک موقعیت دیگر باید رابطه قبلی و موقعیت قبلی خود را از دست بدهیم.
اینجاست که از دست دادنها شبیه راه‌های نجات دهنده در زندگیمان ظاهر می شوند. ما می توانیم یا به این راه‌ها اعتماد کنیم و آنچه را که مدت‌ها قبل از دست داده ایم رها کنیم و به استقبال تجربه‌های جدیدتر برویم و یا همچنان به از دست داده‌هایمان بچسبیم و هر روز بیشتر احساس درماندگی کنیم. در نهایت انتخاب با ماست.